به مسافت تیم ملی کامبوج رفته یه حرکت در زمین تیم کامبوج، پاس کریم انصاری‌فر، یه فرصت باشه محمد و خطا هست، توپ گل شد اما داور ببینم چیکار کرد، گل قبول کرده، نشون میده نقطه وسط زمین و گل قبول هست به نفع تیم ملی ما. چقدر زود، چقدر راحت یه زیر تاق زدیم و یکی جلو افتادیم. احمد نوراللهی است که دروازه کامبوج رو باز کرده. میبینیم با هم یه چهره نوراللهی رو ضربه‌شو خیلی خوب میزنه و زیر تاق توپش فرود میاد، داور رفت واسه گرفتن خطا، منتظر شد، دید توپ گل شد، قبول کرد، گل رو به آوانتاژ به موقع داد داور هندی. رضاییان داخل محوطه رو میبینه، استارت سریع رامین یک تنه اونجا بهش میزنه بازیکن کامبوج. حالا محبی توپو فرستاد، خیلی هم بلند فرستاد و توی 6 قدم جمع کرد توپ رو. تعویض منطقه بازی به سمت راست برای رامین رضاییان، بازیکن مقابل داره که چنگ منگ هست، کدوی رامین، یه ارسال دروازه کریم انصاری‌فر میکاره و محبی میزنه. حالا سردار آزمون گل دوم، سردار آزمون با همون استایل جدید خوشحالی خودش تو باشگاه خودش در بازی ملی گل دوم رو برای ایران میزنه. و حالا سردار آزمون گل دوم رو به ثمر رسون. ایران 2 کامبوج 0. محبی زد تو به برگشت، دوباره سردار زد تو خورد زمین، گرفتنش هم سخت شد و نتونست توپو بگیره که او سکسلا و دروازه کامبوج باز شد. یه بغل پای راست سردار آزمون دروازه رو باز کرد و اینطوری هم خوشحالی کرد. به سوت داور باید ضربه زده بشه. چاریه سوکفنگ رو با هم دیگه میبینیم. 14 تیم ملی کامبوج. سردار منتظره که تو بهش بدن بره واسه یه ضد حمله. سوت داور هندی ضربه سوکفنگ به سمت چارچوب میزنه به توپش با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت. بحرین بازی داریم. تیم ملی کامبوج و تیم عراق باید داره ضربه که میزنه انصاری‌فر، واکنش دروازه‌بان تو به برگشتی ضربه محبی و واکنش خوبه این بار از ضربه کرنر کوتاه کار میکنن بازیکن تیم ملی ما. رامین رضاییان یه ارسال بلند، یک ضربه ایستاد، گل سوم، گل سوم رو میزنه حسین کنانی. همون خوشحالی معروف خودش رو انجام میده حسین کنانی زادگان. ایران 3 کامبوج 0. یک ضربه سر محکم رو میزنه و یه نیمچه لبخندم داشت مارک ویلموت. و هم میبینیم صحنه آهسته رو، ارسال عالی، ضربه سر خوب حسین کنانی و بدین شکل دروازه تیم کامبوج باز شد. جام ملت کیروش بهش بازی داد، به نوعی عملکرد خوبی داشته و مونده تو ترکیب تیم ملی و ویلموت هم بهش میدون میده. سوت داور، حرکت رضاییان، ضربه‌شو میزنه رامین و توپ تیر خورد، دست و تیر دروازه‌بان. یه بار دیگه پاس رو بیرون، طارمی ضربه‌شو میزنه و اینم گل چهارم. گل چهارم مهدی طارمی. راحت ما به گل چهارم هم میرسیم و مهدی طارمی دروازه کامبوج رو باز کرده. مهدی طارمی بازیکن موفقمون تو لیگ پرتغال گل بعدی ما رو زد تا ایران 4-0 پیش بیفته. 21 دقیقه ایران 4 کامبوج 0. نوراللهی، سردار، کنانی و حالا طارمی. به پای ویسال هم خورد، به نوعی تغییر مسیر هم داد. جا انداخته در سطح اول لیگ ترکیه. یه حرکت بازیکن تیم ملی ما فرصت خواهند داشت. مهدی طارمی پاس رو بیرون، فرصت برای ضربه زدن اشتباهی دروازه‌بان و سردار خودش رو 2 گله و ایران رو 5 گله میکنه. گل پنجم تیم ملی ما، گل دوم سردار آزمون هست. ایران 5 کامبوج 0.
نمیدونم دو رقمی میشن به نظرتون تو این بازی؟ تیم ملی کامبوج یا خیر؟ یاد اون بازی عجیب و غریب و پرگلمون در مسابقه تیم‌های مثل مالدیو که 17 تا بهشون زدیم. بازو چهره‌ای مثل علی دایی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا و دیگر ستاره‌های اون نسل فوتبال ایران. حالا یه تیم مثل کامبوج رو ما داریم که فعلا تو نیمه اول توی 35 دقیقه 5 تا بهشون زد. امیدواریم تیم ملی ما راحت به جام جهانی 2022 صعود بکنه. در حالی کار سختی رو خواهیم داشت. طارمی یه حرکت، یه فضای مناسب، سردار آزمون پاس عالی زمینی و گلر تیم کامبوج رو دستش توپو برداشته و خطاست چون پاس رو به عقب حساب میشد. میتونیم گل 6 رو به نظرم الان ببینیم. همه دیگه روی خط ایستادن غیر از یه نفر. و سود باید ضربه زده بشه. کریم انصاری فرد میزنه گل رو. محکم تاق کوبید کریم انصاری فرد. حالا این ششمین گل ما بوده. کامبوج کریم انصاری فرد به ثمر رسید. انصاری فرد این شکل دروازه کامبوج رو باز کرد. این محکم پای راستش، هیچ کار نمیتونستن بکنن مدافعان کامبوج. تیم ملی ما تو بیره به سمت چپ داخل محوطه جریمه. تکلیف به موقع از طارمی نداشت توپ خیلی دور بشه. پا عوض کردن های مهدی طارمی زبش رو فنی میزنه و حالا اینم گل بعدی. گل بعدی هفتایی میکنه سردار کامبوج رو و گل سوم خوده سردار آزمون. ایران 7 کامبوج 0. گل سوم سردار آزمون هست در این مسابقه. تعداد گل‌های ملی خودش داره بیشتر و بیشتر میکنه. سردار با هم میبینیم کار خوبه. مهدی طارمی رو پا عوض کرد، فریب داد سارت کریا رو و اینجا ضربه‌اش زد. سوکسلان واکنش نشون داد و دروازه در نهایت باز شد. ایران 7 کامبوج 0. با همون ترکیب زمین اومدن یه حرکت داخل محوطه جریمه، یه برخورد، پنالتی برای تیم کامبوج دست میاد روی خطایی که علیرضا بیرانوند خوشحالی میکنم مرتکب شد. اول بازی اینطوری رفت و یه برخورد داشت با که سوکفنگ حرکت میکنه. سوکفنگ زبش رو میزنه و میگیره. بابا خیلی پنالتی گیره خوبیه این علی بیرو. صحنه استر رو دیدیم که بدین شکل واکنش نشون داد علی بیرانوند و پنالتی سوکفنگ رو به خوبی گرفت. مهدی طارمی یه پاس رو عقب، میلاد محمدی یه کنترل، یه ارسال با پای چپ، یک ضربه سختی و شلوغی بزن کریم انصاری فرد و میزنه گل 8 رو. میزنه کریم انصاری فرد گل 8 تیم ملی ما رو. کامبوج 0. با هم میبینیم صحنه آهسته رو. گل دوم خودش رو هم میزنه کریم انصاری فرد که بدین شکل یه سر توپ بعد هم با پای چپ یه بغل پای دقیق میزنه و دروازه کامبوج رو راحت باز میکنه کریم انصاری فرد. پشت محوطه جریمه طارمی میکاره برای همشهریش محبی و ضربه‌اش رو میزنه و به بیرون رفت توپی که محبی زد. رامین رضاییان یه ارسال بلند روی دروازه. کریم انصاری فرد و آزمون و طارمی هم اونجا هستن. طارمی برای کریم انصاری فرد، دوباره برای طارمی ضربه‌اش رو میزنه مهدی طارمی و اینم گل بعدی. 9 گله میشه کامبوج. شاکیه فکر کنم رامین رضاییان از دست سردار و طارمی. حالا کدوم صحنه رو داشت میگفت مشخص نبود. اینجا ضربه‌اش رو خیلی خوب زد مهدی طارمی، راحت دروازه کامبوج رو باز کرد. اینم خوشحالی است که روی گل اول خودش هم داشت.
یه پاس بلند به سمت چپ جایی که هست میداد محمدی، سانچه خوب روی دروازه و ضربه سال کریم انصاری رو خیلی خوب گرفت سوکسلا. ما هم میبینیم صحنه آهسته رو خیلی هم محکم بود، از فاصله نه چندان دور، اما با واکنش سوکسلا همراه بود. یک ساعت از زمان بازی گذشته، ایران 9-0 از کامبوج جلو هست. ارسال بلند روی دروازه، بریم واسه گل دهم و بله کریم انصاری فر شماره 10 گل دهم ایران رو میزنه. کریم انصاری فر اونم میشه 3 گله در این مسابقه. ایران 10 کامبوج 0. 60 دقیقه و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. ببینیم رکورد بازی با مالدیو شکسته میشه یا نه. امید ابراهیمی میخواد برای تیم ملی ما به زمین بره. نشون میده که سومین گل خودش رو زده کریم انصاری فر و قطعا توی مسابقه از ایران بیشتر گل خواهند خورد و این 11مین گل ما هست. محبی دروازه کامبوج رو باز کرد تو اولین بازی ملی رسمیش، اولین گل ملی خودش رو هم میزنه. محبی فوتبال کامبوج، چرخش تو نگه داشت، ضربه‌اش رو بدین شکل زد و دروازه کامبوج باز شد و ایران 11مین گل خودش رو میزنه. کامبوج زودتر ضربه سرش رو میزنه، ارسال بلند و کات داره میلاد و ضربه سر خوب و اینم گل دومه محبی. 2 تا گل زده کریم انصاری فر، 3 تا زده، محبی هم 2 تا زده. دو تا هم گلر ذخیره داره اگه بخواد بفرسته تو زمین که حداقل این بنده خدا سوکسلا رویش حداقل خرابتر از این نشه. انرژی بهشون میدن، یه حرکت کار قشنگ و تکنیکی مهدی طارمی و میرفت واسه گل بعدی که نشد. 72 دقیقه از زمان بازی گذشته و بازیکن ما فرصت دارن، ضربه فنی تو به تیر خورده اونجا هست دروازه‌بان تیم کامبوج، تو با دستش در اومد و خطا هم گرفته شد. ما هم میبینیم صحنه آهسته رو، ضربه فنی که تو به تیر خورد توسط مسعود شجاعی. مهرداد محمدی پشت محوطه جریمه خود مهرداد شد راه دور میزنه وقتی که زمین خورد و شیرجه سوکسلا رو هم به همراه داشت، اما توپش تو چارچوب نبود. مهرداد او هم 3 گل در لیگ پرتغال تونسته به ثمر برسونه. از راه دور ضربه پرقدرت حسین کنعانی، واکنش سوکسلا رو به همراه داشت. امروز نفوذ داشت رامین رضاییان، یه حرکت واسه عالی داخل محوطه جریمه، محمدی و گل 13ام مهرداد محمدی دروازه کامبوج رو باز میکنه. نمایی از 2 برادر، بازی ملی اول و گل اول برای مهرداد محمدی. هم میبینیم تغییر مسیر عالی و ضربه‌ای که زد محمدی و گل 13ام ما اینطوری ثبت شد. پولگو رو داره تجربه میکنه، طارمی پاس میده، خود طارمی و اینم گل بعدی. طارمی پاس داد تا کریم انصاری فر خودشو 4 گله کنه. تشکر کرد کریم انصاری فر به نوعی از مهدی طارمی، دست میزد خود هوندا واسه و هم شاید تیم ما هم واسه تیم خودش، تیم کامبوج دوست عزیزمون که داره خوب تیمشون هنوز تشویق میکنه و بدین شکل گل بعدی رو زد، گل 14ام رو زد در دقیقه 88 کریم انصاری فر. دیگه هم منتظر شنیدن تو پایین بازی هستن تا داور هندی سوت بزنه.